بالاخره انتشار آپدیت هایپر OS 3 برای دسته دوم گوشی‌های شیائومی و ردمی و پوکو شروع شده و توی این ویدیو می‌خوایم به این موضوع و آخرین اطلاعاتش بپردازیم، ضمن اینکه می‌خوایم مهمترین و بیشترین سوالاتی که شما پرسیدید رو جواب بدیم، سوالاتی که یه بخشش رو داخل مغازه رفیقمون می‌خوایم بررسی کنیم و جواب بدیم. امروز اول دسامبر هست و عرضه آپدیت هایپر OS 3 برای این بخش از لیست که مدل هاشو می‌بینید شروع شده و این نکته بگم که این گوشی ها که توی این لیستن تست داخلیشون خب چند هفته پیش آغاز شده بود، هم توی رام چین هم توی رام گلوبال و زیر مجموعه‌اش، یعنی اروپا، ترکیه، روسیه، تایوان، هند، اندونزی، و الان دیگه آماده انتشاره. همه این آپدیت ها بر پایه اندروید 16 عرضه میشه و همه این گوشی ها هم آپدیت رو با قابلیت هایپر آیلند میگیرن. البته یک احتمال ریز وجود داره، اونم این که ردمی 14C، پوکو C75 و پوکو M6 و ردمی 13 4G شاید هایپر آیلند رو نگیرن. به نظرم احتمال داره که نگیرن. اینجا اگر گوشی رو آپدیت کردید و هایپر آیلند رو نداشتید خیلی نباید نگران باشید. اول که اصلا چیز مهمی نیست، خیلی حالا چیز دغدغه‌مندی نیست، و دومی که با روش‌های جانبی و نصب نرم افزار جانبی که توی این ویدیو توضیح دادیم میتونید این روش و این هایپر آیلند رو روی گوشی داشته باشید. اتفاق قشنگ دیگه ای که رقم خورده اینه که آپدیت نوت 14 پرو 5G و نوت 14 پرو پلاس 5G اینا آپدیتشون چند روز پیش اومده بود فول استیبل شد و الان دیگه نسخه فست بوتش هم در دسترس قرار گرفته. من توی پرانتز بگم که فول استیبل یعنی چی. آپدیت ها رو همونطور که قبلا اشاره کردیم اول در مرحله بتا تست داخلی عرضه میشه، یعنی خود گروه تیم توسعه دهنده کارش رو انجام میدن، بررسی میکنن، بعد میاد تست بتا تستر انجام میشه توسط افرادی که حالا اکانت خودشون رو به عنوان بتا تستر و آزمایش کننده در واقع ثبت نام کردن و تغییر دادن. اگر اونا هم اوکی دادن، حالا اینجا بتا استیبل میشه، یعنی خورد خورد و دسته دسته برای بعضیا منتشر میشه و بعد از اینکه باز اینا هم نتیجه و بازخورد مثبتی دادن، اینجا دیگه فول استیبل میشه و برای کل کار برای دنیا عرضه میشه. شاید دوستان بپرسن که آقا نوت 13 پرو 4G، نوت 13 پرو 5G، پوکو X6 5G یا نمیدونم مثلا نوت 14S اینا آپدیتش چی میشه؟ از اینا هیچ وقت صحبت نمی‌کنید. اینا هم تست داخلیشون در حال انجامه. حالا توی ویدیوهای قبلی گفتیم، اشاره نمی‌کنیم که دوستان نگن آقا حرفات تکراری شده، ولی اینا هم آپدیتش با پچ دسامبر، یعنی همین ماهی که توش هستیم، عرضه میشه. ولی خب با توجه به بدقولی‌های شیائومی ممکنه این آپدیت با پچ ژانویه عرضه بشه، یعنی از هفته اول دی به بعد. اطلاع رسانی بعدی که باید خدمتتون انجام بدیم اینه که ما قبلا توی ویدیوهامون یا مثلا استوری اینستاگرام گفته بودیم که دوستانی که سری نوت 14، سری X7 و سری F7 دارن، اینا مثلا آپدیت پچ نوامبر رو اگر گرفتن ترجیحاً نصبش نکنن. حالا علتش هم قبلا توضیح دادیم توی این ویدیو، گفتیم که حالا علتش چی هست و یه سری نکات هم برای دریافت سریع آپدیت خدمتتون گفتیم. حالا آپدیت شده این خبر. الان دیگه با توجه به اینکه وارد ماه دسامبر شدیم، اگر پچ آپدیت امنیتی براتون اومد و ماه نوامبر بود، نوشته بود وصله امنیتی نوامبر، اینجا دیگه آپدیتش بکنید، چون از الان به بعد هر آپدیت هایپر OS 3 که بیاید با پچ دسامبر همراهه و این اختلال دیگه وجود نداره. اینجا میرسیم به بخش دوم ویدیومون که قرار شد یه سری سوالات پرتکرار شما عزیزان رو جواب بدیم. لابلای این سوالا و تو دل این سوالها قطعاً کلی خبر، کلی نکته فنی و در واقع ترفند وجود داره. توی اینستاگرام ما یه استوری گذاشتیم و حالا می‌خوایم اون سوالا رو جواب بدیم، به علاوه سوالاتی که توی کامنت ها و توی گروه تلگرامیمون مطرح شده. پرسیده که برای 14T هم آیا با پچ دسامبر میاد؟ بله، 14T هم توی دسته دوم آپدیت ها قرار داره و ممکنه که با پچ دسامبر و اواخر آذر ماه این آپدیت رو بگیره، ولی خب این احتمال وجود داره که با پچ ژانویه دریافتش کنه. یه دوستی پرسیده که پوکو X5 پرو چرا دیگه حرفی ازش نیست، آیا آپدیت میگیره و اینها؟ X5 پرو جزو گوشی‌های خیلی پرمیوم به نظر من البته و خیلی گوشی بود که سرش به تنش میارزید با توجه به چیپستی هم که داشت و دوربین خوب، خیلی راندمان قشنگی داشت، ولی خب متاسفانه با اندروید 14 و هایپر 2 دیگه کارش تمومه و اندروید 15 و هایپر 3 نمیگیره. آقای عرفان گفته که برای X7 پرو رام گلوبال آپدیت کی میاد؟ X7 پرو همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم آپدیتاش آماده است، توی رام اروپا و گلوبال با ورژن 3.0 3.0.5 آماده است و انتظار میره که توی همین 2-3 روز عرضه بشه. شاید حتی موقعی که این ویدیو رو دارید تماشا میکنید این آپدیت هم اومده باشه.
آقای حسن پرسیده که برای پوکو F6 پرو رام گلوبال چه ریجنی بذاریم که آپدیت رو زودتر بگیریم. F6 پرو هم آپدیتش با پچ دسامبر و حالا یه احتمال هم وجود داره که با پچ ژانویه بیاد. توی آذر و دی آپدیتش عرضه میشود. و اینکه حالا چه ریجنی بذاریم، برای رام گلوبالش هنگ کنگ و سنگاپور و مالزی احتمالاً ریجن موثری خواهد بود. اینجا میرسیم به یه سری سوال تعمیری و بیشتر فاز سخت افزار و اینا داره. اینو بریم داخل مغازه رفیقمون آقای بهرامی موبایل ایرانیان، اونجا از ایشون میپرسیم و سوالات رو فنی تر جواب میدیم. بخش دوم سوالا رو اومدیم از دوستان بپرسیم، آقای بهرامی که تعمیرکار و فروشنده موبایل هستن توی شهرمون موبایل ایرانیان، استان اصفهان، شهرستان مبارکه. و چون یه میکروفون داریم من اینو باید دستم بگیرم و پاسکاری کنم که حالا سوالا رو آقای بهرامی جواب بده. اولین سوالی که پرسیدن گفتن که این مشکل اسپیکر ردمی نوت 14 4G که میگن مثلا بعضیش خرخر میکنه و این داستانا، مشکل سخت افزاریه یا نرم افزاری؟ حالا آقای بهرامی بگه. مشکل فعلا نرم افزاری بوده، مشکل سخت افزاری نبوده و یه با آپدیت کاملا ساده توسط کاربر مشکل حل میشه. خب خدا رو شکر که سخت افزاری نیست و در واقع نرم افزاریه. سوال بعدی میگن که LCD یا در واقع همون پنل ردمی نوت 14 4G مثلا شکسته، اینا هزینه تعمیر و تعویضش چقدره؟ که خب فکر کنم پنل اولد امولد قیمتش طبیعتاً بالا باشه. بله، همونجور که اشاره کردی دو نمونه LCD هست، LCD OLED هست به قیمت 2 تومن، LCD خود اورجینال شرکتی 8200 که با فابریکش هیچ تفاوتی نداره. خب البته این قیمت‌ها مربوط به هفته اول آذر هست. طبیعتا تو این بازار ما قیمت‌ها خیلی نوسان داره، این نکته مهم هست. و سوال سومی میگه که یه سوال تکراری هست ولی خب سوال مهمیه. میگن که پوکو X6 پرو دارم و آیا شب تا صبح توی شارژ بزنم مثلا مشکل داره و اینا. حالا از دیدگاه تعمیر و بحث سخت افزار می‌خوایم ببینیم که آقای بهرامی نظرش چیه. به نظر چی؟ البته که آقا بهروز همه باتری‌ها اگر شب تا صبح داخل شارژ باشه باتری متورم میشه و حتی از گارانتی هم خارج میشه. آره دیگه، باتری ها همونطور که قبلا هم توی ویدیوها بارها گفتیم شب تا صبح نباید بذاریش. حالا گاهی وقتا آدم دستش در میره دیگه، حالا ولی اگر بخوای هر شب بذاری، جدا از مدل گوشی، اصلا جدا از بحث شیائومی و سامسونگ، این کار میتونه خطری باشه. سوال چهارمی میگن که موقع خرید گوشی، حالا چه دسته دو چه کار کرده، پک چین و پک گلوبال چجوری تشخیص بدیم؟ که خب حالا اینو قبلا توضیح دادیم ولی خب اینجا حالا فکر کنم پک چین اینجا باشه. حالا شما هم توضیح بدید. بله، همونجور که میبینید پک چین کنار لیبلی که داره نوشتهاش به صورت کاملا چینیه، عبارت CE را نداره و یه نکته کوچیک هم هست که خب معمولا پک‌های چین پولم نیستن و تلفن ندارن. البته گرچه بعضی از فروشنده‌ها اون تلفن میکنن ولی این نکته هم مهمه. آها، یعنی خودش میگیره تو مغازه تلفن میکشه؟ بله متاسفانه. اون پک گلوبال هم بیاد. این هم پک گلوبال که همونجور که میبینی هم تلفن داره، هم عبارت CE داره و هم حروف انگلیسی داره. به راحتی قابل تشخیص دیگه. البته پک تایوان رو یه موقع اشتباه نگیرید. پک تایوان هم تا حدی شبیه پک چینه، نوشته‌هاش خب تایوانیه دیگه. تایوان هم چینی ان، تایوانی‌ها زیر مجموعه چین میشه تقریبا. و حالا این اختلاف وجود داره ولی خب توصیه ما همیشه این بوده که موقع خرید گوشی، حالا چه نوع چه دست دو، پک گلوبال بگیرید که خیالتون راحت باشه. البته که پک چین گوشی‌های جدید خب میتونه برای کاربری که یه ذره حرفه‌ای‌تر هستن و به اوضاع مسلطن میتونه جذاب‌تر باشه و مزیت‌های خودشو داشته باشه. و سوال چهارم یه ذره حاشیه‌ایه، گفتن که البته تکراری هم هست به نوعی ولی خب حالا بررسی می‌کنیم، نظر آقای بهرامی هم می‌پرسیم. میگن که سامسونگ خرابیش بیشتره یا شیائومی؟ به نظر شما کدوم؟ بله، البته این سوال هم سوال کلیه و بستگی به طرز استفاده کاربر داره ولی در کل گوشی‌های سامسونگ متاسفانه برد ضعیف‌تری دارن خدا رو شکر از لحاظ لحیمی و خرابیشون توی میان‌رده‌هاشون مثل نمونه A24 بیشتر شده. و حالا ادامه سوالات نرم افزاری و در واقع ترفندی. میگن که یه سری برنامه‌ها مثل جمنای و اینها میگه که توی کشور شما در دسترس نیست، چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است، باید از یه VPN استفاده بکنید که IP شما رو تغییر بده و الان دیگه اکثرا روی IP آلمان هم جواب نمیده، نیازه که IP امریکا رو استفاده کنید. یه دوستی پرسیده که آیا توی آپدیت هایپر 3 مصرف باتری بهینه است؟ بله، توی این گوشی‌هایی که اومده نوت 14 پرو 5G و حالا نوت 14 پرو پلاس و یه سری گوشی‌هایی که اومده، تجربه و فیدبک کاربرا در مورد باتری مثبت بوده. یا گفتن که آقا تغییری نکرده خدا رو شکر، یا اینکه گفتن مصرف باتری بهتر شده. و اونایی که گفتن بهتر شده افرادی هستن که فکتوری ریست بعد از آپدیت رو انجام دادن.
دوست دیگه پرسیده که چند درصد احتمال داره که هایپر اس برای ردمی نوت 13 4G عرضه بشه؟ 0%. گفتن که من گوشیم پوکو C85 هست و کنترل سنتر ندارم، همین سبک و سیاق قدیمی رو داره و آیا شیشه‌ای میشه و چجوری میشه؟ نه، کنترل سنتر اگر خاکستری باشه با آپدیت های بعدی بلر نمیشه. اگر هم مدلش قدیمی باشه این هم باز توی آپدیت های بعدی قرار نیست تغییر بکنه. این چیزیه که تا این لحظه طبق تصمیم و سیاست خود شیائومی میتونیم خدمتتون بگیم. یه سوال دیگه ای که اینم قشنگ و حرفه‌ای هست، گفتن که ردمی نوت 12S داریم، خب آپدیت هایپر اس رو نمیگیره همونطور که شما گفتید، یعنی ما گفتیم، و آیا با کاستوم رام میشه هایپر اس نصب کرد؟ بله، گوشی هایی که آپدیتشون دیگه متوقف میشه میتونید برید سراغ کاستوم رام ها. اینکه حالا کاستوم رام اصلا چی هست و داستان چیه، روالش چیه، پیش نیاز و نحوه نصبش چیه، توی این ویدیو خدمتتون توضیح دادیم. لینک این ویدیو هم توی توضیحات میذاریم. یه دوستی گفته که چقدر درباره آپدیت هایپر اس صحبت میکنید ویدیو میسازید، بس دیگه و فلان. ببینید خب ما خیر سرمون بلاگر شیائومی هستیم دیگه و وظیفمونه که دغدغه دوستان رو پاسخ بدیم. الان این روزا دغدغه کاربرای شیائومی چیه؟ اینه که آپدیت هایپر اس کی میگیرن، مثلا چه ویژگی‌هایی داره و این صحبت‌ها، و ما هم داریم وظیفمون رو انجام بدیم و پوشش میدیم. نمیدونم باید دیگه در مورد چی صحبت بکنیم. سوالاتی که دوستان دارن طبیعتا خیلی زیاده، شاید در لحظه و در هر روز 400 500 تا سوال مطرح میشه. ما سعی کردیم مهمتریناش و اونایی که در واقع به درد بقیه هم میخوره، جوابش به درد بقیه میخوره، اونا رو پوشش بدیم و صحبتشو بکنیم. اگر میخواید درباره آپدیت هایپر اس 3 و امکاناتش و نحوه نصبش و در واقع دریافت سریعترش اطلاعات به دست بیارید، این پلیلیست که اینجا میذارم و ویدیوهاشو باز کنید و ببینید. اخبار و ترفندهای جدید هایپر اس رو اینجا گفتیم.